سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 3 ایول در خدمت شما. رئیس کمیته زنان در تاجیکستان ضمن ملاقات با گروه از زنان فعال مشکلات داغ بانوان تاجیک را به بررسی گرفت و از وضع جنایتکاری در بین زنان اظهار نگرانی کرد. مغفرت خدیرова در این ملاقات که روز 3 ایول در کتابخانه ملی تاجیکستان صورت گرفت، همچنین بعضی از زنان تاجیک را تنقید کرد که به مولاهای کم سواد و فریبگر باور میکنند و بعضا به همین سبب خانوایران میشوند. این یک خرافات است، یک چیزی هست که زیرا فهمن درک کنند زنان ما که امروز پیشروی هر یک کس، موفقیت هر یک کس از تلاش خود او وابسته است. بنابر همین هم امروز بر تمام شعبه ها و بخش های کار زنانی که در ولایت ها و شهر و ناحیه های کشور هستند، امروز اونها هم نقشه های کاری خود تشکیل گروه های کاری تاسیس دادند تا که در همین سال اونو باز هم جوانو کنند. رئیس کمیته زنان تنفروشی را یک مسئله داغ دیگری روز خواند و گفت تمام جامعه و به خصوص خود زنان باید برای مانع شدن به این ظهورات کوشش کنند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند وضع صحتی وزیر سابق و زندانی امور داخلی یعقوب سلیموف معتدل است و ادعای وکیل دفاع او اساس ندارد. از این پیش وکیل دفاع شهرت قدرتوف گفت یعقوب سلیموف گرفتار بیماری دل و گرده شده است و یک چشمش هم تقریبا نابینا است. اما مقامات وزارت عدلیه گفتند که شهرت قدرتوف مبالغه میکند. شهرت قدرتوف میگوید یعقوب سلیموف حالا حق دارد برای پیش از مهلت آزاد کردنش به مقامات مراجعت کند. یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان 10 سال پیش با گناه خیانت به وطن، سوء استفاده از مقام و گناه‌های سنگین دیگر به 15 سال زندان محکوم شد. مقامات تاجیکستان پرونده بحث برانگیز شرکت نخست لیزینگ را به پایان رساندند که به سرپیچی از پرداخت میلیون ها دلار باج گمرکی متهم می شود. آژانسی مبارزه با فساد روز 3 ایول گفت عبدالعزیز کاملوف مدیر شرکت و 3 همراه دیگر او 2 هواپیمای بوئینگ را سالهای 2007 و 2011 به تاجیکستان وارد کرده و با تقلبکاری و کم نشان دادن قدرت مسافربری این هواپیماها به خزینه دولت بیشتر از 4 میلیون دلار زیان رساندند. شرکت نخست لیزینگ با کمک تاجیک صادرات بانک یکی از بانک‌های بزرگ کشور تأسیس شده است، ولی نمایندگانش میگویند که دیگر این شرکت با بانک هیچ رابطه ندارد. تحقیق پرونده نخست لیزینگ بعدی به مقام رئیس کمیته گمرک رسیدن رستم امامعلی فرزند رئیس جمهوری تاجیکستان شروع شد. در تاجیکستان که حرارت این روزها به 40 درجه میرسد، بازار کندیسیونرها هم گرم شده است. به گفته فروشندگان مغازه‌های ابزار و تجهیزات برقی روزانه صدها نفر برای خریدن کندیسیونر به آنها مراجعت میکنند. یک هفته 10 روز شد که همین طلبات خریدن همین شمالتیک‌ها و کندیسیونرها که مثال برای خنک‌کنی استفاده می‌برند بسیار شده. از اون سوالی که ما روزادار هستیم، عذاب کشیدیم، خواستیم که کندیسیونر برده در خونه حالات برای راحت بخشه کمتر. ماه رمضان هم طلبات به کندیسیونر و دیگر نوع ابزارهای سرد کننده خانه را بیشتر کرده است. با نظر داشتی بالا رفتن تقاضا، تاجران نیز نوعهای گوناگون این گونه ابزارها را به تاجیکستان وارد میکنند و اکثر آنها تولیدات چین هستند. و اخبار و گزارش‌ها و ویدیوهای از این هم بیشتر در وبسایت ما، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.